بله محترم جماعت، برای میتی در این تابوت خواب بوده حقتان را حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ پس نباشد من هم حلال کردم. حلال بود. من نمیکنم. حلال نمیکنم. حتی یک نمازی جنازه را خوانده نمیتوانی. این دامولا ساخته است سرتکن. این همون دیوانه است. تو چی اینقدر با استادم چسبیده ای؟ تو آدم را حتی با دوزخ هم میبری. حریف دیوانه. ای خدای توبه، این مرده زنده شده دیوانه میشده است. اکا من رولتو کوب کنم؟ چی میگوی تو؟ چی خیلتو کوب؟ ای حریف، با این خودش مرده است، بدنش گپ زده ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیوانه نیستم. من دامولای حقیقیم. من سیدم. من نبردم. ای بخدا که همه این خود دیوانه اخرش رو خوردن. پیش درا میرویم. اکرم شب از اینجا. مایلش من رفتم. گوشم. استاد جنازه این آدمی از نو زنده شده رو دویم باره خوندن ممکن است؟ همین که فرصتی افتی در حال سوال میدهی. جنازهش رو خونده میشود یا نه؟ خونده نمیشود. آدم آخر از نو زنده شد، نمرده بوده است. از همین سبب خونده نمیشود. یعنی زامبی ها عذاب قبر رو نمیبینند؟ نه هجری، نه. حتی از نو زنده شده اومده باشی هم جای بازگشتی اومدن از قبرستان است. یعنی نمیبینند. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد. سلام علیکم. مبارک است. همه چیز رو میداند. ماشاءالله استادی جان. کارتکی راست گفتی؟ انا اون دوزی مشهور بود کو؟ او با خود یک زنی شریک داشت است. چی داشت است؟ او را جستجو دارند. یک اکشنی تیار نپرس. اون زن رو یفتن مگر؟ نه هنوز نیفتند، اما یک ثبت کامرا بود است. حالا از قفای اون هستند. مگر یگان نشانه یفتند؟ نه حالا نیفتند. مایلش زورو جون، من میرم. خیر تو بازدید. مالش جانم. خیر. حالا؟ سلام کارتاکیلاس، من سقراطم. از من چی میخوایی؟ کاری نیست که از عهده‌اش نبرایی. خاطر نشو. بابا کنم بیا انتظارت هستم. برادر با شما دیگر کار نمیکنم. تمام شد. میایی کارتاکیلاس، میایی. هر کسی که با سقراط خوبی میکنه البته که سقراط هم او رو بی نصیب نمیگذاره. تو رو در مکانم انتظار میشم. الله. برای کدام خوبی گفت زده شده است؟ برادر تو چی گفته است؟ کی رو میبینم؟ کنعان دیوانه؟ خوش آمدی؟ خوش باشید کمیسر. بخیر است؟ چی بود است اون گپی بسیار مهمه که به من گپ زدن میخواسته ای؟ در جستجوی عدالت هستم. در جستجوی عدالت؟ بله. چشمونم را سیراب کردی، حالا میگیریم. مگر به سر تو سنگفتید که عدالت رو در شوبه جستجو میکنی؟ بگو چی درد داری؟ کمیسر، کارتاکیلاس بیگناه است. یعنی چی خیر؟ همین که کارتاکیلاس مرا نپرد، برعکس حیات را نجات داد. خوش آمدی. مرحمت کردشی. با تو برای صحبت کردن نآمدم. چی میخواهی بگو؟ با تو هم کاری کردن میخواهم. از این پس دستی راستی من میشوی. مرا هیچ نشناخته ای. من با هیچ کس کار نمیکنم. آدم هیچ کس هم نمیشم. هر انسان در خودش حسیاتی دارد که او را فریب نمی کند. من به تو باور میکنم. امید یگانه من تویی. تو فکر داری که مرا مجبورن کار نفرمایی؟ کار با زوری هم حل می شود اما این اصولی ما نیست. تنها میخوام قرضتون رو به من برگردانید.
من از تو هیچ قرضدار نیستم. انسان اگر به درد گرفتار شود البته از پی دارو و درمانش می شود. تو بوده گوش کن کلتکل است. اگر به تو گفتم که امیدی من تویی پس تویی. من از خودم به تو زیادتر باوری دارم. نباشد این خانومی زیبا را حالا به محبس روان می کردم. کنی یک به من نگاه کن. تو از قفای چی کار هستی کنعان دیوانه؟ یا مگر کلت کیلت رو پیش از من یافته و از من پینانش داری؟ کنی گپ زن؟ نه کمیسر، اگر دروغ گویم بی‌شرف باشم. با خدا که کلتکیلاس بیگناه است. پیامانه تو تا دیروز او را کشتن میخواستی؟ کنی بگو چی گپ شد؟ تمام خاطره هایم پورا برقرار شد کمیسر. بیهوده من او را عذاب دادم. کلتکیلاس بیگناه است، بیگناه. چی خیل بگناه؟ چی خیل؟ اگر گپی تو راست باشد هم او دزد است. حتی دزدی بسیار خطرناک. او روز گذشته آثارخانه ملی را دزدی کرد. ماشین دزدید و شوبه در آمد. از همین سبب به من نگو که کلتکیلاس بیگناه است. نگو، این طور نگو. مایلش در مقابل این سبب چی میخواهی؟ یک کتابی دست نویس. کتاب؟ بله، کتابی 500 ساله. همه این معلومات ها در اینجا هست. جای کتاب عمیق و دقیق نوشته شده است. کتاب رو آورده ثبت رو میگیرم. البته با تنها قرضمون رو گرفتن میخواهیم. کتاب رو بیار، ثبت از آنی توست. البته چه خیلی باور دارم. چه خیلی همیشوم که نسخه دیگری ثبت در دست تو نمیشود. تو سقراط را شناختی در این خیل کارهای خوب خیانت نکردنش رو خوب میفهمی. لابای زورو کلتکیلاس ای بخشش زیاد در کجایی؟ چه کار داری؟ با میخوریم؟ مایلش چرا آوازی توی این خیل است؟ یگون گپ شد؟ یگون چیزی مهم نیست، بعد میفهمونم. خوب مایلش خوب. اوف. کمیسر، شما چیزی گوید گفتن گیرید. اما من بیاناتم را عوض کردن میخوام. من با شما گفتم که کلتکیلاس بیگناه است. خوب مایلش بیاناتت را عوض بکن. اما فراموش نکن از تو نتیجه تشخیص طبی درباره برقرار شدن حافظت را گرفتنمان در کار است. آقای کنعان این را دانسته باش. آینش از کجا برآمده؟ بیانات من مگر بسنده نیست کمیسر؟ این تشخیص و نتیجه آن با کی لازم است؟ از کجا دانم که تو یگان حیله کاری نکرده ای؟ آخر شما این را از کجا برآوردید؟ این خیال نکنید من با شما گفته ایستادم که او بیگناه است. خوب مایلش کنی بیاناتت را عوض بکن. رفته نزد پلیس نوبتدار بیاناتت را سپار. با این واسطه عوض بکن. رفت مایلش کمیسر، مایلش. او بیگناه است، بیگناه. البته او مرا نپران. کلتکیلاس از پسی چی کاری باشد؟ از پسی چی باشد؟ آی بیشرف تو باز چه حیله کرد ایستاده ای؟ خاطر کنعان برقرار شده است. در آخر به یاد آورده است که من او را نپراندم. ای خبری خوش است که آخر چرا پریشان خاطر هستی؟ آخر اکنون به بیتل همش را گفته میتوانی. من این را گفته نمیتونم. اما چرا؟ بیتل من را همچون داملازی ها میداند. یک دزدی خطرناک بودنم را نمیداند. این را نباید فهمد. خوب همه این در گذشته بود. آخر بعضا گذشته از گردن انسان دور نمیشود. مایلش در کی بودن ثبت های کامیرا را یافتم. چی؟
شروع شده 7 سالی عمرم در بین 4 دیوار پوسیده رفت. با اون دیواری خون، با اون دری آهنین، با اون پنجره، از روی آتشی انتقامی در داخلم بوده طاقت کردم. نفرتی نسبتی تو داشتم، مرا به پای داشت. وقتی آتش انتقامی تو را گرفتن رسید. چی را میخواهد که دزدی؟ ندانستند خوب از زهرا اهمیت نداره. اگر خواستش پول باشد. با پول علاقه نداره. نه نمیروی. خفه نشو، به این اجازه داده نمیتوانم. زهرا من نمیخواهم که پلیس تو رو دستگیر کنه. کارتکیل است، گفتم که نمیروی. من باشم این رو نمیخواهم، چون اون همه چیز رو به یاد آورده است. زهرا تو چی گفتنات رو میدانی؟ اگر این رو نکنم با حبس میدروی. ای آخر شاید با یگان جزای کم خلاص شوی. از روی این حادثه جزای دوچند می شود، چون اون همه چیز رو به یاد آورده است. نمیروی. با این مجبورم. دیگر چاره نداره. امکان هست. چی خیر؟ این ازدواج ساخته رو به آخر میرسونیم. چی؟ یک ماه رو انتظار نشده این ازدواج ساخته رو به آخر میرسونیم. معلوم که این آدم از برای من تو رو تدبیر کرده ایستاده است. کوزر در دستش بوده رو اگر گیریم به تو هیچ کار کردن نمیتوانیم. خیر بابا باید چی میگی؟ دیگر مردم چی میگویند؟ اینها رو یک طرف گذار فکر نکن. این رو بین. این بسیار فداکاری بزرگ است. این رو قبول کردن نمیتوانم. چیزی شود شدن گیره. زهرا لطفاً از برای من شده وضعیت رو بازم مشکل‌تر نکن. من با کاری که تو رو با خطر میگذارد راضی نمیشوم. این کار را از اول میدانستم. از اول نباید تو رو به این کار همراه میکردم، اما نشد. تو به این مسئول نیستی کو. من به تو تکلیف ازدواج ساخته برپا کردن رو کردم. مایل شد تو با دنبال زیاد تکلیف کرده بودی. کلتا کلاس بودن ما رو نمیدانستی. این کار رو من باید حل کنم. کارتا کلاس؟ من چرا اینقدر برای تو مهم هستم؟ چون که من زهرا، چون که من به تو عاشق هستم، تو رو دیوانه‌وار دوست می‌دارم. چون که تو در حقیقت تو برای من بسیار عزیز هستی. شوکت نبای برادر مسئله اپای جمیله رو حل کردم، در کار رو با اینجا دعوت کردم. در زدنم لازم. چی شد؟ یگان حادثه شد رنگ روی پرید از بینشین؟ نپرس برادر، سرمون در بالاست. چی بلا شد برادر؟ بالای سخرات این حریف رو از کجا به سرم برآوردی نمیدانم. برادر بلا نمیپرسد که کی بیام کی نیام. خیمایلش برادر چی شد؟ چی میگوید؟ چی میخواد؟ اهمیت نده، بعد میفهمونم. مسئله اپای جمیله رو حل کردنمون در کار. میگویند نامش رو گیر و موی سرش رو کش. آمد خفش نکن. شنیدم مسئله مرا چه خیلی حل میکنی ها؟ اپا این که نگو، صدقه تو شوان بشین گپ زنیم. گوش کن اپا، ما از تو بسیار قرضدار هستیم، این رو میدونم لیکن در اینجا موندن نمیتوانم. آخر برای چی؟ اپا همه ما رو در اینجا همچه دوملا میدونن، فهمیدی؟ آخر دوملای ساخته بودنم رو نفهمن گوته بازور حیات بسر برده ایستادم. باز حالا باشد تو آمدی، یعنی علاوه بر این با اپای ساخته در اینجا حیات بسر برده نمیتوانم. چیزی که در اصل تو نمیدونی یک مسئله مهم دیگر است. چی بود است؟ خواهرم برو یافتم آنها. یا خدایا، از راستی میگویی خدایا شکری تو را میکنم. هزاران بار شکرهای نوشتان مگر این را نو به من میگویی. چرا پیشتر نگفتی؟ من از پرسیدن این میترسیدم. تو باشی این را نو به من میگویی. ابا جان آرام شد. چه خیلی نکنم ها. تو جون خواهرم گفتم عشقای چشمانت را میریزوندی. من باشم عشقای چشمانت را در درونم میریزوندم. آی ابا آمد شد. از راستی بیتون رو یافتی؟ یافتم دروغ نمیگویی ها؟ شفقت این راست گفته ایستاده است. خیلی شدی دروغگویی را بس کرد. خدایا با تو هزار بار شکر میگویم. بیا تو را با آخوش گیرم. ابا جان بسیار خودسند شدم. ابا جان ابا جان
آن از همین سبب تو در اینجا مونده نمیتوانی. بهتول ما رو همچون دنبازیا میدوند. تو باشی حالا تو رو همچون اپا هم با چخیل فهمونم. تو رو بینه چی میگوید؟ برای فریب کردن اویله آقای اکرم درو گفته ایستادم گویم اگر مایلاش من میروم اپا جون رحمتی کلم اما وعده میدیم با تو یک جایی ایست میام. امروز بله اما با این طرز دایم از تو یگان چیز میخواهد. هر دفعه باشد تو رو به هر کار وادار میکند. نروی تیموس. چون تو برای من خیلی خواطر میشوی. تو فکر میکنی که من خودم رو فکر نمیکنم؟ من به این راضی نیستم. از برای من شده خودت رو به دهان آتش نپرتو. زهرا تو باید ما رو فهمی. لطفا تو ما رو بفهم. به این راضی شده نمیتوانم. خانم مجبور هستم. خوب مادامی که مجبور هستی پس من هم با تو میروم. چی؟ با تو میروم گفتم. مادام دیگر چاره نیست در این کار یک جای هستیم. چون با تو نگران میدونی پیش نظرم چی میروی؟ چی؟ چرا تبسم میکنی؟ گوش کنید خانم زهرا این کار شما بسیار رفتاری خوب است اما این رو کردن نمیتوانم. شما رو این طور گذاشتن نمیتوانم. اما خودت رو پرتافته ایستاده. مادامی که این مشکلی هر دویمان است پس هر دویمان باید پس سر کنیم. گوش کنید خانم زهرا اگر در حقیقت به من کمک کردنی خواهید گفتم رو کنید. لطفا در اینجا مونید. به این کار همراه نشوید. لطفاً با احتیاط باش. اگر با تو چیزی شود خودم رو بخشیده نمیتونم. خواطر نشوید. یگان چیز نمیشه. نیکا تکیرست. ما با هم شریک هستیم. تو رو تنها نمیگذارم. رکس بیا رکس با اینجا بیا رکس خدایا توبه صبر listo حاضر کالتاکیرس از اینجا چی خیلی میبره خبردارش کنم
رفتن الان در کار رفتیم زهرا بیا بای من نکرده خلاص شده هیچ کس هم نیست سگ هم نیست در کجا بود که؟ در اونجا بیا با طرف دروازه رویم زهرا دویدیم در اینجا مان کن من دوامشو با تاکسی روم خوبتر میشه من این امانت رو دادم میایم میلشو اما با احتیاط باش ای واه چی شد؟ کامیره ها باز محو شدمه خنده آور بدهی زهرا کامیره ها رو خاموش نمیکردیم و اینجا در آمده نمیتوانستیم انتظاری مانند دیواری است که با سنگ صبر ریخته شده است. برای با آن نائل گردیدن باید آن دیوار را پس سر بکنی. آن چی قدری کلان باشد با آن نائل شدن هم همان قدر زیبا و پرارزش می شود. این کتابی دستنویس را چنان بی صبرانه انتظار بودم که دیواری که با سنگ صبر ریخته بودمش آسمان را شکافته به فضا رسید. با خدا که من نه سنگ نه دیوار رو نمیتونم امانتتون رو آوردم من هم امانتم رو میخواهم تمامی ثبت ها تازه کرده شده. مرحمت گلتکل است. ثبت در اینجاست. تا با خوری آینده این خیلی چیز نمیشه سکر دیگر با نمیکنم اکا کی بودن زن رو فهمیدم کی بوده است؟ اکا زنش بوده است یعنی زنش بوده است نه؟ ای آقای کاتکل است با تو حالا بسیار با میخوری کجا شدی کاتکیلاس مگر ثبت رو نگرفت چی؟ مگر به سرش یکم حدیث اومد خانم زهرا شما حالا هم خوب نیستیم کجا شدی؟ بسیار خبوتر شدم ثبت رو آوردم یعنی خلاص شدی؟ بله یکی در دستی او یکون نسخش باشد؟ نه فکر نمیکنم چه خیلی امین بوده میتوانیم که یعنی آخر رو به شخص دروغگو مانندی ندارد از همین سبب کارش رو تمام کردم او باشد به عوضش این رو با من داد انیقس یعنی؟ بله بسیار سپاسگزارم حیاتی مرا نجات دادی نباشد من به حبس می افتادم من با شما نگفته بودم که این خیلی چیز نمی شود تو قهرمانی من هستی کلتکیلاس خدایا توبه مگر قهرمان شما زاغ سیاه نبود مانند قهرمان شما زاغ سیاه نشوم هم مرا گوش کن دیگر نامی او را به زبان نگیر بخشش باید نام او را به زبان نمیگرفتم عذر میخواهم خیر میلش به من اجازت من روم اکنم
به کجا؟ نزد شوکت برای خوب کنیم. در اینجا مده نمیتوانی؟ نه من شما رو ناراحت نکنم. مگر این خیر می شود نرو لطفا. روم در یک حجره با یک دوست نماند یعنی شوکت. زاغی سیاه در کجایی؟ برای اومدن تشکر زیاد. در اصل باید نمی اومدم و بابایم وعده داده بودم، اما چون دعوت کردی اومدم. خاطر نشد در اینجا بودنت را هیچ کس نمیداند. بیا. خیلی شدنش لازم است. این خیلیش خوبتر است. تو را دیگر من نمیبینم. پروا نکن. بگذاریم شب ما شود. در باره جدایی گپ نزنیم زهرا. من تو را دوست داشتم. حتی بسیار دوست داشتم. پس نقابت را کشا رویت را ببینم. نه همین که در خاطرت بگذار مانم. بشیما به نام یک حکایه بود میبی. بسیار حکایه خوب بود. بیا اولین و آخرین رقصمون رو بکنیم. Yazık anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi acıyla Alvida Alvida işkam. Seni severim. Allah lütfen. Seni severdim. Hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez. Gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkını kime satmış hain. Ben
جدا شدن نمیتوانم. تو را بسیار دوست میدارم. شده نمیتوانی. نه زوغسی نه زوغسی کلتکی نیست. نه نمیشود. شده نمیتواند. نه نه چه شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من خوب هستم. وقتی آخر همه چیز بالا به بالا اومده ایستاده باشد من خوبم. راستی خوبم. شما چه خیلی هستید؟ خوبم. تو را چون این خیلی تبسم کنم بینم البته که باز هم خوبتر میشه. تشکر زیاد. خوب من به مسجد میرم. خیر تا بازدید. من تو رو برم؟ نه من کم تا راه گردم فایده داره. من هم راه میروم. خیر لابای به تو براری کار و موفقیت. رحمت. کلتکی است. دامولا گفتنی بودم. برای همه کار تشکر. هیچ گپ نیست. استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. جوری چه شد؟ چون در کنج اطراف پنهان شده معلوم که سوال داری. پرس. عیناً همین خیلی از کجا فهمیده؟ من میفهمم. من دامولا هستم. بپرس. استاد سیاحت استرونومی جایز است؟ چی؟ استاد همین خیلی چیز بوده است. انسان ها هنگام خواب روحشان از بدنشان برآمده به جای میخواستشان رفته میتوانستند استاد. بعد از سیاحت کرده باز به بدنشان برمیگشتند. سیاحت استرونومی میگفتند این رو. جایز است یا نه؟ یا توبه هجری. روحت رو از بدنت چون جدا کردی چی بدش میاری؟ مگر آن را به مغازه به نان خری روان میکنی؟ چی دانم آخر مگر دوری عالم کردنی هستی؟ نه استاد یک طرفی وطن رفته چرخ زده می اومدیم. پسرم به وطن چرا روحت رو تنها روان میکنی؟ بدنت رو هم روان بکن. تو یک جوی روان. یا خدای توبه. استاد رو هم یک چند ساعته وطنمون رو تماشا کرده میآید. ای پیامان هجری با استرونوم سرت رو مانده نکن. مگر رو از بدن جدا میشود پسرم؟ جدا نمیشود استاد. جدا نمیشود هجری. هنگام جدا شدنش آخر وفات میکنی. چون وفات کرده دیگر راهی برگشت نیست. یعنی استاد این کار انیق جایز نیست؟ چون که من این رو در اینجا می نویسم استاد. نویس هجری نویس. جایز نیست. تصدیق میکنم. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. خیر روزهای خوش. تشکر زیاد استاد. ماشاءالله مثل کتاب انسیکلوپدیا است. همه چیز رو میداند. خدا شما را از سرمان دور نسازد. آقای سمی من پریشان بودم. در اصل شما ما رو ببخشید چون بیخبر آمدم. استغفرالله. بخیر است؟ بخیر.
اینها برای شمایند. گرچند به خیر است گفته در بینمون کمتر نفهمی شد. این به شما گیرید. تشکری زیاد. بسیار زیبایند. اینها گل‌های از همه دوست داشتم هستند. از راستی من هنگامی از دست دوگانی گل فروشی میگذاشتم در مورد چون اینها رو دیدم شما با یادم اومدید گفتم که از اونی که در آنجا میستند به خانم بیتو بیارم در نزد او ایستند. او خوشبوی است. بله. کمتر از اون البته. مرحبا. خوب هستید؟ بله من خوبم. خانم بیتو من اونقدر خوب نیستم. تمام. بیایید به اینجا بگذارید من فشارش رو بسنجم. مالش میشه. آه خدا تو چرا تمام آرام شوید دستتون رو بشوید. ممکنه فشارتون پس شده باشد. کمک کنم. در اصل در وقتهای اخیر چی میشود من نمیدونم. در هیجان میفتم تعبم میکنم. بعضا وقت بسیار غمگین میشم، بعضا باشه بسیار خرسند میشم، خود به خود میخندم. اما دوئین هنگام دیدن شما میشود. فشارتون 120 به 80. خوب است یعنی. بله. تمام داشتم. خانم بیتون. بله. من در اصل به اینجا برای با شما گپ زدن آمدم. در برای چی گپ زدنی میده؟ در اینجا نمیشود. امشب وقت دارید؟ چرا؟ برای گپ زدن. آقای سمی. خواهش میکنم گوش کنید. تنها گپ زدن میخوام. 1 ساعت. تنها 1 ساعتتون رو جدا کنید. نمیشود. مایلش. باور کنید که 1 ساعت زیاد نیست. مایلش گفتید؟ مایلشو. اما امشب نمیشود. پگاه شب. اما تنها 1 ساعت. دیگر مونده نمیتونم. 1 ساعت. تنها 1 ساعت. آخر امشب گفتم مگر من هم امشب بیکار نبودم. پگاه شب و میخورم. پس من میروم تیار شوم. یعنی تیار شوم گفته انتظار شوم گفته نمیدونم من کستیبم رو میکنم. خوب مونید. البته که این رو در اینجا میگذارم. خوب مونید. تا بازدید. زورو جان من یک تاکسی رو فرموده خدا میرفتم. نمیشود اپا جان مگر من تو رو تنها میگذارم و تو هم به من هم هوای تازه پیدا برس. خوب نباشد رفتم. الو زورا چخیلی؟ خوبم جانم. اپم رو به خونش برده ایستادم. خوب. این دیوانه چی کار کرده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ یک ماشین پیشی راهی ما رو گرفته ایستاده است. زورا ماشین رو به طرف روزگیر گذارد. دیوانه شده است چی؟ راه میدی هم نمیگذارد. زیو یک ماشین مرا از قفایم پای برده ایستاده است. چی گپ است آنجا؟ در کجایی کنی بگو؟ به خونه اپم بسیار نزدیک است.
چی؟ احمق میفهم. برادر با مرکز بیرون. مایلا شکا. سراسیمه هستم. کمتر تیزتر رون. مایلا شکا میرونم. من با اون زنگ میزنم. اپا جا لازم نیست. یاسنه اونالم رو ناراحت نکن. چرا لازم نیست؟ نمیبینی دیوانه است. باز به سرمون یکون بلا نباید. هر دویمون حامله دار هستیم. خدا نشان بده. جونم در کجایی؟ در شوبه هستم جانم. من به تو یک چیز میگویم فقط وحی منه. چی شد مگر در بیمارخانه ای؟ نه خوبم. زهرا ما رو به خانه برده استوده است. در ماشین هستیم و از پس ما یک دیوانه است. راه ما رو بند کرده استوده است. گویا که ما رو پیگیری دارند. چیکار کنیم؟ پیگیری میکند؟ در کجای؟ حاضر به چهارراه نزد خانه امان بوده میرسیم. تمام حیاتم حالا من میآیم. در حال میآیم. ایوه کالتکی از هم میگوید یکی از نای اونالم او رو بینه یگون کار کردن در کار الو زیا جان یزنه اونالم هم آمده استاده است هوا دیر نشوی گفته زنگ زدم میبوسم جانم من هم نزدیک شدم. مالش جانم اپا جانم نبیر ماشین گذاشته رفته استاده است بیازم گوی ناید مگر میشود که اونال ناید او تا ما را نبیند آرام نمیشود. اپا جونه چی شده؟ این رو چیکار میکنه؟ نکن بیت از جهتان. اینجا بیا. چیکار میگه؟ سر دیت مرا. چرا من کردی؟ اکا ما رو با بلا گرفتار نکنی. بلایت رو یک طرف گذار در اصل. اگر اون ماشین رو گم کنی بعد میبینی. زود بیرون. مایلا شکا. بدقت همه گروه ها من کمیسر اونال وضعیت تاجیلی است. عاجلا گروه لازم است. تکرار میکنم وضعیت تاجیلی است. گروه لازم است. کجا شدند؟ این خطر زود نباید گم شوند. کنی در این روز کرد؟ اکا اکات رو یک طرف گذار زود بگرد. مایلا شکا. التجا میکنم با او و کودکم ای چیز نشود. آنها رو محافظت کن. نیست در اینجا ایست. مایلا شکا. مرحمت. گیر برادر گیر. رحمت. سلامت باش. تو خط بکن آماده ایستادن.
برآمد حالا به شما روزتان را نشان میدهد میبینید حالا میبینی که ما را دزدیدن از چی بنا دارد دمت را گیر تو رفت آنجا رو بین بسیار ترسید یا خدای خاموش گوش کنید این اطراف را خوب از نظر گذرانید فهمیدید خوب جستجو کنید زیر هر تنگ را ندارد کنید خیلی زود روید تو سردار از انباری نزدیکی صدای سلاح برآمده است اندار با ماشین سوار شوید با اونجا میرویم زود باشید تو ایستر اینجا محمود در کجایی؟ زاغ سیاه چی؟ در را کشا پلیس اونال ما در اینجایی اونال علی دستم رو کشو یاسنا ماشم ریخته رفت پایم رو کشو زودتر دست و پایم رو تستر کشوی تو باسی جون دست کنم بای عزیزم زهرا خوب هستی؟ خوبم شکر زیاد بیاید از اینجا برای رفتیم ترسیدم که به تو چیزی نشد خوب هستم خوب هستم اما کم ترسیم شده میام زودتر تمام طاقت بکنید کم نگید بیام عزیز خوب هستی بیشتر هم خوب هستی جان خاطر نشه جانی من زاغ سیاه کار تکی رسیده است